این ویدیو راجع به 5 تا از قاطر سریالیایی هستش که بیشترین تعداد قربانی رو در کل طول تاریخ داشتند. مورد اول لوئیس گاراویتو از کشور کلمبیا است که 138 تا قربانی اثبات شده داره، ولی پلیسا معتقدن که قربانی‌های این مرد به بیش از 300 نفر میرسه که متاسفانه امکان ثابت کردنش وجود نداره. مورد بعدی هم پدرو لوپز از کشور کلمبیا هستش که خودش به 350 تا قتل اعتراف کرده و فقط پلیس تونسته 110 تاشو ثابت کنه. اعترافات پدرو لوپز به قتل 350 نفر منجر به این شده که بهش لقب هیولای کوهستان آندرو بدن. مورد بعدی جاوید اقبال هستش که دست به قتل 100 تا پسر نوجوان از 6 سال تا 16 سال زده. مورد بعدی میخائیل پوپکوف ملقب به گرگینه از کشور روسیه است که خودش به 59 قتل اعتراف کرده، ولی پلیسا میگن حداقل 87 نفر کشته. و نفر بعدی دانیل باربوسا از کلمبیا است که به اعتقاد عموم 180 نفر رو در اکوادور و کلمبیا کشته، ولی خودش فقط به 72 نفر از این قتل‌ها اعتراف کرده.